تو با خود غیر واقعیت، یعنی اون چیزی که نیستی، خیلی نمیتونی دووم بیاری. سلام، خیلی خوش اومدین به فصل جدید از آینه‌دار. منم سلام میکنم. فصل قبلی خیلی سلام نمیکردم، حداقل الان سلام کنم. این فصل مورد علاقه نسیمه. از فصل قبلی هی داشت میگفت که پس کی میرسه. رسیدیم دیگه. رسیدیم. امروز میخوایم راجع به شناخت صحبت کنیم و در فصل تعهد. اسم فصلمون هست تعهد. شناخت درباره چی؟ ببین، شناخت درباره رابطه‌ای که میخواد شکل بگیره بین دو فرد، یا حالا صرفاً اگه به ازدواج خواست ختم بشه یا نه صرفاً به ازدواج ختم نشه، شناخت در اون مرحله رو راجع به صحبت کنیم. یعنی وقتی میخوایم وارد یه رابطه جدی بشیم، مثلا اون شخص برامون مهمه، میخوایم در مورد یه رابطه بلند مدت باهاش فکر کنیم، حالا یا باهاش ازدواج کنیم. پیش از اون یه سری شناخت هستش که ما باید به اون شناخت‌ها برسیم، به دست بیاریم تا بتونیم درست تصمیم بگیریم دیگه، تصمیم مناسبی بگیریم برای خودمون. آره. بعد مجددا هم تکرار کنیم که ما متخصص نیستیم. اینجا هر چیزی گفته میشه بر اساس سلایق و اطلاعات شخصی و تجربه شخصی خودمون هستش. توی شناخت جدیدن من خیلی با افراد حالا دهه 80 که صحبت میکنم، اطرافیانم هستن که تازه میخوان وارد این رابطه بشن و جدی بخوان نگاه کنن اینا، خیلی میان به یک سری نکاتی توجه میکنن و یه سری چیزهایی که از نظر من و عرف جامعه خیلی مهمتره دقت نمیکنن، به اونو توجهی ندارن. صرفا میگن که اگر مثلا طرف ما شرایط مالیش خیلی اوکی باشه و تحصیلاتش هم عالی باشه، ما اوکی دیگه، به چیزای دیگه‌اش کار ندارم. برای همین من خیلی علاقه داشتم این فصل ما داشته باشیم راجع بهش صحبت کنیم که باز یه سری از واقعیت‌ها دیده نمیشه در نقطه آشنا شدن. چرا موضوع مبتلا به جامعه است. یعنی الان آدم‌ها واقعا تو این زمینه دچار مشکل و بعضا دچار ضعف هستن و یا دچار یه سردرگمی هستن. حالا یه جا من دوست دارم اینو بگم قبل از اینکه صحبتت شروع بشه. نسیم اشاره کرد که ما مثلا متخصص نیستیم و داریم نظر شخصی خودمون رو میگیم. اینو من بگم که من حالا به واسطه شغلی که دارم و تحصیلاتی که دارم زوجای زیادی رو دیدم و باهاشون کار کردم، حالا چه تو مرحله پیش از ازدواج بودن، چه تو مرحله زوج درمانی و حین ازدواج بودن، حین رابطه بودن، چه حالا پیش از جدایی بوده، تو مراحل مختلف. و یه جاهایی ممکنه این نسیم قبل از اینکه بیایم شروع کنیم میگم روانشناسی تو خاموش کن، چون واقعا ما نمیخوایم که از حوزه تخصصی به این ماجرا نگاه بکنیم. دلیلش هم اینه که یعنی لازم میدونم این توضیح رو بدم. دلیلش هم اینه که یه وقتی سوء برداشت نشه از صحبت‌های ما و اینکه ما منبع اصلی به اشتراک گذاشتن این صحبت‌هامون توی یوتیوب و پادکست ها هست. این اگه بیان مثلا چون طولانیه یه تیکه هایشو بردارن و منتشر بکنن حالا جاهای مختلف، نمیخوام که این سوء برداشت بشه که خب پس اینم روانشناس زرد از آبتر اومد و داره اینو. من همینجا پیش اعلام می‌کنم که با توصیه دوستم سعی کردم اون روانشناس درونمو خاموش بکنم و واقعا دارم تجربه زیستم و نظر شخصیمونو میگیم. حالا که قطعاً بر اساس یه سری دیتاهایی یا حالا مطالعه‌ای راجبش داشتیم یا تجربه داشتیم، هر چی باشه به شما انتقال میدیم. شما هم مایل باشید میپذیرید، مایل نباشید در واقع خب نه. کامنتتون رو میذاریم برام دیگه. خودش هم خیلی برای ما ارزش آره. ما دو فردیم که با هر دو متأهلیم، هر دوی مسیر رو اومدیم با تجربه‌های متفاوت. صرفا مثلا من به شخصیت نمیشم میگم من این شرایط رو گذروندم پس این قوانینا 100% برای شما جواب میده. دقیقاً. نه، به این شکل نیستش. الان یه سری چیزها که به نظر من دیده نمیشه، شما حتی تو همون نقطه آشنا شدن یه برنامه‌ای هم حالا دارم درست میکنم بلایند دیتا. آره. که بهش خیلی اشاره کردیم. چیزی که برای من خیلی مهمتره در نقطه آشنایی، خانواده طرف مقابل.
یک سری از خصوصیات اخلاقیشه. برای من شاید با شما متفاوت باشه یا با تو متفاوت باشه، ولی ما باید خصوصیت اخلاقی، پارامترهای خانواده، رفتارهاش چجوریه، دوستان اون فرد، نه صرفا آقا، در خانم شما باید اینو ببینید. چجوری هست نسیم؟ من یه سوالی دارم. خیلی‌ها میگن که ما که نمیخوایم با خانواده طرف ازدواج کنیم. من خودشو دیدم، خودش خیلی آدم موجهیه، خودشو دوست دارم. من که نمیخوام با خانواده‌اش برم مثلا زندگی کنم. ببین این بحث نمیگم اشتباهه، این فرد میخواد با اون شخص زندگی کنه یا در ارتباط باشه، ولی ما باید نگاه کنیم که طرف ما در چه خانواده‌ای، سر چه سفره‌ای بزرگ شده، چه تربیتی روش انجام شده، چجوری باهاش صحبت کردن، اون رابطش با خانواده‌اش چجوریه، رفتارش با پدر مادرش چجوریه، پدر مادرش رفتارش با اون به چه شکله. اینا خیلی مهمه. حتی اگه من خیلی ها رو دیدم که خانواده بی‌نهایت ببخشید خوبی داره، پدر آروم، مادر آروم، پدر مادر هر جفتشون فرهنگی هن، ولی پسرشون یا دخترشون بی‌نهایت رفتارهای پرخاشگری داره. شما ببینید اون فرد در اثر چه تروماهایی، چه تربیتی، چه فرهنگی، هر خانواده فرهنگ مختلف داره، رسم و رسومات مختلف داره. شاید مثلا در خانواده من عرف نباشه که من جلوی پدرم پامو دراز کنم یا دراز بکشم، ولی در یه خانواده دیگه در حد دراز کشیدن یا پاشو دراز کنه خیلی مسئله‌ای نباشه. شاید در یه خانواده عرف باشه که وقتی پدر خانواده از سر کار میاد، فرزنده باید همه برن دم در استقبالش، ببوسنش، خوش آمد بهش بگن، خسته نباشید بهش بگن. و شاید در این خانواده اصلا قضیه مهم نباشه. در این خانواده می‌بینیم مادر از زمانی که فرزندش به دنیا اومده شاغل سر کاره، هیچ وقت حضور مداومی در خونه نداشته، آشپزی نکرده، همیشه اون بچه از غذا، یعنی همیشه پدرش رو تایم بیشتری دیده در خونه تا مادرش، یا بالعکس مادرش رو مادام دیده، هیچ پدر مادام سر کار بوده نبوده و حضور پدرش رو در خونه حس نکرده. تمام اینها در شکلگیری شخصیت یک فرد تأثیر میذاره. اگه بخوام مثال بزنم از خودم، من همسرم چون پدرش خارج از داخل این شهر نیست، بابت شغلش باید یه مدت طولانی یک شهر دیگه باشه. اول 6 ماه به 6 ماه نبوده، یه ماه میومده سر میزه، دوباره 6 ماه میرفته، بعد 3 ماه شده، الان 15 روز میاد، 15 روز دوباره سر کاره. همسر من الان چون در خونهشون پدرشو خیلی کم میدیده، توقعاتش از منم اینطوریه که مامانش همه کار براش میکرده دیگه، مامانه میبردتشون. حتی مادر شوهر من یه وقتایی خودش 3 تا بچه داشته، سوار ماشین میکرده، با هم میزدن به دل جاده میرفتن پیش همسرش. خب اینا خیلی شجاعت این چیزا هم میخواد دیگه. و یعنی یه سری ظرفیت‌های روانی که شاید در همسر آینده اون آدم نباشه، ولی چون اینو توی خانواده‌اش دیده پس اینو توقع میکنه. آره. و باز ممکنه باعث چالش‌هایی بشه. من یه فردیم که واقعا شاید نیاز داشته باشم در بطری رو همسرم بیاد باز کنه. چون در ذهنش در بچگی دیده مامانش داره همه کار میکنه، از من توقع داره که یه در شیشه است دیگه. چرا دقیقاً. ببینید این در خصوص بد یا خوب بودن نیست، من این دارم اهمیت شناخت خانواده فرد دارم. دقیقاً آفرین. من در راستای اون میگم، نمیگم این بده، نمیگم خوبه. شاید یه نفر کنار بیاد ولی شاید یه نفر بگه نه من با این قضیه مشکل دارم. همه باز یه 50% به شما بستگی داره، 50% به طرف مقابلتون بستگی داره. ولی ما میگیم چرا اهمیت شناخت پدر مادر انقدر زیاده بابت این قضیه. به شناخت واقعی شما از اون آدمی که میخواید برای رابطه باهاش سرمایه‌گذاری عاطفی کنید خیلی کمک میکنه. تو داری الان از یه چیزی صحبت میکنی که هممون مثلا توی خانواده‌هامون حداقل یه بار این کلمه رو این لفظ رو شنیدیم، مثلا میگه فلانی تربیت خانوادگی نداره. دیدی شنیدیم یا تربیت خانوادگی همین، یعنی اینکه اون فرهنگ اون خانواده، مدل تربیتی اون خانواده، سبک زندگی اون خانواده چی بوده. خیلی مهمه که تو مرحله شناخت شما با این سبک آشنا بشید، به خاطر اینکه قطعا تاثیر خودش رو چه در جهت مثبت چه در جهت منفی روی اون فرد گذاشته. حالا اینکه شما میپذیریدش یا نمیپذیریدش به خودتون مربوط میشه، خوب باشه یا بد باشه سر جای خودش، اما به شناخت کمک میکنه. آره خیلی وقتا میایم در نظر میگیریم که پدر مادر تحصیل کردن، پدر دکتره، مادر دکتره و فرزند
ببین اصلا بحث بدی و خوبی نیست، نه، نوع رفتاری که با فرزند شده اینجوری بوده که این فرزند هیچ وقت تایید از خانواده‌اش نگرفته و الان که بزرگتر شده، وارد اجتماع شده، تشکیل خانواده داده، باز هم دنبال گرفتن اون تایید از پدر مادر و در اینجا با همسر خودش به مشکل میخوره. چرا؟ چون اولویت اولش تایید گرفتن از پدر مادر است، تایید از خانواده‌اش نیست، از همسرش نیست. تایید نه، اینکه با هم یه زندگی رو دارین تشکیل میدین اون بعد اولویت اول تو باشه، نه تایید گرفتن از پدر مادر. تمام چیز تو اون اپیزود یکی از اپیزودا بهش اشاره کردیم به خوبی که اصطلاحاً فردی که بند نافش رو از خانواده نبریده، یعنی همچنان توی اون فضا داره زیست میکنه. پس تعادل در احترام. آفرین. پس این دونستنش برای ما خیلی مهمه که بدونیم آقا این آدم این مدل شخصیتی رو داره یا نداره. به هر حال به شناخت ما خیلی کمک میکنه. اینکه شما با رسم و رسومات اون خانواده آشنایی پیدا کنی خیلی بهتون کمک میکنه. اینکه اعتقاداتشون به چه صورته واقعا این مهمه. شاید الان واقعا گفته میشه که من اعتقادم اینه، اون اعتقادش حالا هر چی هست، ولی ما به هم احترام میذاریم. شاید یک جای این احترامه نباشه، شاید اونا اعتقاد داشته باشن که اگر مثلا روزه میگیرن شما باید حتما روزه بگیری، یا حداقل چون تایمی که اونها روزه هستن شما مثلا چیزی نخوری، نباید بخوری. آره، که مثلا ازت پذیرایی نمیکنن یا هر چی. آره، مثلا ببین خیلی‌ها هستن که ناراحت میشن. دقیقاً برای بعضیا ممکنه این پذیرفته شده باشه، میگه که ببین من اوکی ام با این مسئله اینو پذیرم، ولی برای بعضیا ممکنه ندونستن این به خاطر اینکه شاید نتونه بپذیرتش در آینده چالش‌های بزرگی ایجاد کنه. آره. و مورد بعدی هم که خیلی من خودم بهش خیلی اهمیت دادم، حالا من بخوام راجع به خودم خیلی صحبت کنم، من دفعه اول که موضوع عنوان شد با همسرم که با هم به ازدواج کنیم، مادرش میخواست منو تنها ببینه و منم خیلی خوشحال بودم که اتفاقا پیشنهاد داده، چون منم خیلی دوست داشتم مامانشو ببینم و من واقعا عاشق مادر شوهرم شدم اول. بعد به شوهرم علاقه خیلی زیاده پیدا کردم. چه فرد اون بیاره که حالا از نظر من نه که صرفا واسه همه صدق کنه، نه، همین فردی که من میخواستم واقعا بود، خیلی برام اهمیت داشتش. ولی چیزی که خیلی بعدش بهش یعنی تو ذهنم بود، دوست‌هایی که همسر من با اونا در رفت آمد بود، دوست صمیمی به اصطلاح دوست رفیق که بگیم. خیلی مهمه شما با چه کسایی رفت آمد دارین، اون فرد مقابلتون با چه کسایی رفت آمد داره، به خاطر اینکه نمیخوام بگم مقایسه یا الگو برداری، ولی وقتی مثلا شما امروز میای ذهن تو یه چیزی مشغول کرده، میای اونو با من که دوست صمیمیتم در میون میذاری دیگه، من بهت راهکار میدم. من خودم باید مثلا چه جور آدمی باشم که بخوام به تو راهکار بدم، تو منم به عنوان دوست صمیمی شاید قبول داشته باشی، بگی خب نه نسیم چون اینجوری گفته من این کار میکنم، و شاید راهکار واسه تو مناسب نباشه، دیدگاهی که من دارم برای تو مناسب نباشه. برای همین دوست و رفیق مخصوصا در آقایون، خب آقایون خیلی در آقایون این مسئله دیده میشه که دنبال پیشرفتن، یه قدم همیشه فراتر بذارن، نمیدونم ماشینشون رو بهتر کنن، گوشیشون رو بهتر کنن، موقعیت کاری و اجتماعیشون رو بهتر کنن. در آقایون وقتی با یه نفر دوست باشن که خیلی مثلا میگم اهمیت به کار نمیده، دنبال یه سری تفریحات دیگه است، دنبال اینی که هر شب به پارتی باشه، هر شب به نمیدونم دوستیای بیش از اندازه باشه، امروزش با فرداش کاملا زمین تا آسمون فرق داشته باشه، ممکنه تو رو از اهدافت سست کنه دیگه، دور کنه. آره، اینا همه خیلی مهمه که شما با چه کسایی در ارتباط هستی به عنوان یک دوست. اینا یعنی تو میگی که ما اگه خواستیم که سرمایه گذاری عاطفی کنیم روی اون رابطه تو مرحله شناخت، اینکه اون آدم مقابل ما با چه افرادی در ارتباط رفت و آمد داره، دوستی داره، اینم خودش نکته مهمیه، میتونه به عنوان این ملاک شناخته بشه. قطعاً که منم باش موافقم. یعنی حالا البته ممکنه دلایل متفاوتی برای اینکه این مسئله چرا مهمه داشته باشیم، مثلا اینکه حالا تو میگی که اون فرد میخواد مثلا یه مشورت، همینطوره دیگه، مثلا ما رفیقیم میایم با هم حرف میزنیم، درد میکنیم، شاید بعضی وقتا مشورت بگیریم، حتی بپرسیم که مثلا به نظر تو این ماجرا رو چی کارش بکنم، ولی مشورت خب خیلی خوب نباشه. اینجا مثلا ذهن من میگه که خب در اولویت خود اون فرد باید فردی باشه که اینقدر تاثیر نپذیره. بنابراین ما میتونیم با آدم‌های مختلفی در ارتباط باشیم ولی ازشون در واقع تاثیر و توصیه نپذیریم، فقط بشنویمشون. اما یه جاهایی واقعا ما اینم نمیدونیم، شاید واقعا اون فردی باشه که مثلا یا اینقدر به حقانیت دوستش مثلا اعتقاد داره، این جور افراد و نسیم داره اشاره می‌کنه، یعنی رفیق باز و آدمایی که مثلا خیلی دیگه تو دوستی غرقن و یعنی عدم اون مرزبندیه. من اینطور که اشاره کردی
حالا ما میگیم که یک مرحله اینه که شما ببینی با چه افرادی در ارتباطه، یک مرحله باید ببینی که اولویت بندیش چیه. بعضیا هستن که رفیقاشون اولویتشون خیلی از خانواده هم حتی براشون بیشتره. یعنی من خیلی وقتا شده دیدم مثلا خانواده اومده گفته با فلانی فرد مناسبی نیست، با تعصب گفته نه اصلا اینطور نیست، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب رفته و یه سری چیز دیگه. من نوعی با اینکه همسرم در اون مرحله بخواد خیلی پابند به دوست و رفیق باشه مشکل داشتم. واقعا بعضیا هستن، حالا نه صرفا آقا، خانم ها هم همینطور. تو خانم ها همین قضیه هستش دقیقاً که جنسیتی نیست، خیلی جنسیتی اصلا صحبت ما جنسیتی نیست. حالا شما میتونی یه آقا باشه به صحبت ما گوش بدی یا یه خانم باشه به صحبت ما گوش بدی، ولی این افراطی بودن تو این قضیه دوست و رفیق واسه بعضیا شاید اوکی باشه. یه خانم میبینی که نه هیچ مشکلی نداره، هر روزم دوست و رفیقای همسرش خونه‌شونه، هر روز آخر هفته همه زوجی میرن نمیدونم بیرون. یه نفر میبینی نه با این قضیه مشکل داره. من خودم خیلی مشکل داشتم. اینکه برام مهم بود اولا همسرم با چه کسایی آداب و معاشرت داره و اینکه تا چه میزان اونا براش مهمن. چون واقعا چون دیدیم و زیادم هست راجعش صحبت میکنیم، رابطه‌ای هستش که سر همین دوست و رفیق بودن خراب شده. دقیقاً دوستایی بودن که باعث خراب شدن رابطه‌های پایدار و چندین و چند ساله. حتی ببین اصلا اگر که رابطه خراب نشه، یعنی بیاین یه لول بیاین حتی عقب‌تر، من بسیار دوستی هایی رو دیدم که حال خود اون طرف رو چقدر میگیره و حتی اگه تو رابطه در واقع عاطفی اون آدم تاثیر منفیشون مستقیم روی رابطهش نذاره، چون حال خود اون فرد خراب میشه، خب قطعا تو وقت حالت خرابه حال رابطت هم خرابه. من خودم مورد این دوستی ها زیاد واقع شدم. من خودم آدمیم که خیلی به قول شیرازی ها رک و رفیق زیاد دارم. آره دایره ارتباطیم به قولی گسترده است، ولی خب یه جایی به بعد یعنی یه دکمه‌ای زدم براش که خب اون صمیمیت مهمه که محدود بشه به یه چند تا آدم امن، چون از یه جایی میبینی وای هر کی میاد یه تنی بهت میزنه، یه اثر مخربی اصطلاحا میذاره توی روح و روانت و میره و نه تنها خودت حالت گرفته میشه که قطعا توی روابطت هم با پارتنرت با همسرت اون اثر خودشو میذاره، اثر منفیشو. بنابراین به نظر من بله واقعا یکی از نکته‌هایی که تو شناخت مهمه اینه که اولویت اون آدم چیه. حالا اگه خانواده مثلا مادر و پدرش باشن حتی بازم اینم میگم به نظر من وجاهتی نداره، یعنی شما وقتی ازدواج میکنی اولویتت باید همسرت باشه و قطعا نه به معنی اینکه مثلا خب دیگه با خانواده قطع رابطه کن، چون بعضیا هستن 0 و 100 همه چی رو میبینن. نه اتفاقا وقتی در دوران آشنایی ببینی اون فرد اولویتش خانواده‌شه خیلی ارزشمنده، چون فردا روزی اگر شما تصمیم گرفتی با اون فرد ازدواج کنی میدونی که باز شما اولویت این خانواده دوسته. البته من این قسمت بگم که تو این جای صحبت واقعا تضمین کننده این نیستا، یعنی اینکه مثلا طرف اولویتش، من خیلی این جمله رو به کرات شنیدم که میگن که من قبل از اینکه با این آدم ازدواج بکنم دیدم که چقدر مثلا به مادرش احترام میذاره، چقدر به پدرش احترام میذاره، اونا اولویتش هستن و بعد ازدواج تصورش این بوده که مثلا خب پس اولویتش من میشم، در حالی که اولویت تکون نخورده و گله و شکایتش دقیقاً اون چیزیه که همونجا ازش خوشش اومده. من بسیار آدمایی رو دیدم که دقیقاً به اون دلیلی که از طرف مقابل خوشش اومده باهاش ازدواج کرده، حالا بلند شده اومده به همون دلیل که ازش خوشش اومده میگه من میخوام ازش جدا شم. مثالای زیادی تو ذهنم میاد. یکیش همین، این که مثلا با خودش گفته واو چقدر خوب مثلا این اولویتش خانواده‌شه، مثلا چقدر به مادرش احترام میذاره، پس فردا حتما هم به من احترام میذاره. خب این تضمین کننده اون نیست، واقعا میتونه زمینه‌شو فراهم کنه، قطعا یه ویژگی خوبه، ولی تضمین کننده‌اش نیست. یعنی احتمالاً ما تو اون شناخته باید دقیق‌تر باشیم. یا مثلا به عنوان مثال کسی حالا تو ذهنم میاد که عیناً اینو ازش شنیدم که مثلا میگفت من قبل از اینکه ازدواج بکنیم با همسرم، یه خانم بود که میدیدم چقدر روی من حساسه، چقدر به من علاقه داره. مثلا میگفت مثلا میرفتیم مهمونی، میگفت موهاتو بکن تو، مثلا هی اینجوری میکرد، مثلا خودتو جمع کن، جمع و جور بشی، مثلا چای میآوردن برای مهمونا اینجوری میکرد. دیدی از این کارا آقایون میکنن؟ یا مثلا چیزی میگفت من تو دلم انگار قنداب میشد، مثلا میگفتم چقدر منو دوست داره، چقدر آقایی منو دوست داره. دقیقاً به همون دلیل اومده بود که از این آدم جدا شه. یعنی میگفت این دیگه دارم حس میکنم که پاش انقدر رو خرخرمه که نمیدونم باید چی، نمیتونم نفس بکشم. دقیقاً عین جمله رو دارم میگم. و
اینی که ما میگیم شناخت و اینی که داریم سعی میکنیم حالا یه سری معیارها و ملاک‌ها رو راجبش بیایم صحبت کنیم، خیلی ما باید توی اون مرحله دقیق عمل کنیم و اینکه صرفاً تعابیر ما از اون موقعیت همونی باشه که فکر میکنیم، نه، یه ذره باید موشکافانه تر باشیم. یعنی یه ذره باید تو جاهای مختلف اون آدم رو مورد سنجش قرار بدیم، چه مرد چه زن فرقی نمیکنه. مثلا یه استادی داشتم یه زمانی هم موقعی که میخواستم ازدواج بکنم با همسرم رفتیم پیش ایشون، بعد میگفت که با من تکی داشت صحبت میکرد و گفتش که چه جوریه این آدمو مثلا دوستش هم داری فلان. گفتم که خب آره دیگه، برای همین میخوام باهاش ازدواج کنم. بعد گفتش که خب کیا با هم قرار میذارین، کجاها قرار میذارین، چی کارا میکنین؟ دقیقاً همینجوری بود. گفتم که مثلا هنوز اول آشنایی، مثلا بیرون میریم، دور میزنیم، راه میریم، چه میدونم حرف میزنیم فلان. بعد گفتش که تا حالا شده وقتی که از سر کار میاد خسته است، گشنه است، مثلا قندش افتاده، باهاش قرار بذاری؟ گفتم نه. گفت تا حالا شده مثلا با هم یه خرید برین، مثلا بهش بگی بیا بریم من امروز میخوام مثلا فلان روسری رو بخرم، تو هم با من بیا؟ گفتم نه. گفت مثلا تا حالا شده که از عمدن یه کوچولو میخوای بشناسیش دیگه، مثلا عصبانیش کنی؟ گفتم نه. خب مگه ببخشید مگه کرم دارم عصبانیش کنم؟ نه. بعد گفتش که شده مثلا یه رازی رو بهش بگی اینو پیش خود نگه دار، مثلا بعدن چک کنی ببینیش. هر چی میپرسید میدیدم نه. میگفت خب خسته نباشی، در بهترین شرایط و گل و بلبل ترین شکل ممکن شما همدیگه رو دارید میبینین و تازه یه کوچولو هم از اون خود واقعیتون دارید ناخودآگاه بهتر به هم نشون میدین. پس چجوری میخواین نقاط ضعف همو شناسایی کنین؟ چجوری میخواین عدم تفاهم ها یا بگیم تفاوت های فردیتون رو شناسایی کنین؟ و اونجا انگار یه اینجوری تو مغز من شد و گفتم که آها پس بریم برای برنامه. برم عصبانیش کنم، برم یه رازی رو بگم، برم یه مهمه این چیزا دیگه. اولا که سریع من اینو بگم خیلی مهمه واقعا. خیلی وقتا صحبت میشه در خانواده، در فامیل، هر جایی که هستی، افراد سن پایین‌تر که میان صحبت میکنن، من یک روی صحبتم با خانواده ها، روی صحبتم با خود دختر پسر هست. اولا اینکه اینقدر محدود نکنیم بچه ها رو برای آشنا شدن. نمیدونم حالا ساعت و این چیزا صبح نباشه، شب نباشه، فقط آخر هفته، هرچی بیشتر آشناشن برای آینده خودشون بره. باور کنید اتفاق ناخوشایندی که در ذهن شماست اگه قرار باشه بیفته، در صبح پاک هم میتونه بیفته. یعنی واقعا این فرضیه دیگه واقعا باید تغییر بکنه. آره. شب نباشه، دیر نباشه. کسی بخواد کارو بکنه، کارشو بکنه، صبح هم میتونه ساعت 5 صبح بکنه. ولی در کل محدود نکنیم، بذارین که با هم آشناشن و دختر پسرها هم سری فکر نکنن وای چه عاشق و دلخسته طرف، این اصلا بهتر از این برای من پیدا نمیشه. نه، زمان بذارین برای آشنا شدن، جدی تعهد بذارین، تعهد داشته باشین در راهی که انتخاب کردین و مسئولیت پذیر باشین و زمان بذارین با هم آشنا بشین. ببین یه نکته گفتی که طرف مثلا خیلی حساس بود و از این حرفا و به همون دلیل الان میخواد از آقا جدا بشه. این نکته رو آورد توی ذهن من، این که در مرحله آشنایی تا جایی که میتونین خود واقعیتون رو نشون بدین. اگه طرف مقابل از شما حجاب مثلا چادر میخواد و شما در خانواده بزرگ شدین که مادرتون، خواهرتون، تمام کسایی که دارین چادر سرشون نکردن و شما اصلا چادر دوست ندارین، نه بد نه خوب، اصلا بد و خوبی ما نداریم در صحبتون، شما با چادر راحت نیستین، به خاطر اینکه با اون آقا ازدواج کنین این قضیه رو برای خودتون چیز نکنید که من به خاطر تو چادر سرم میکنم. نه، اگر میخواین چادر سر کنین به انتخاب خودتون چادر سرتون کنین، چون رفته خیلی دیده شده که وارد زندگی ازدواج کردن و اون خانم از اون چادره، از جمع کردنش، از هزاران مسائل به مشکل خورده و الان اگر بذارتش کنم اون آقا میاد میگه تو قبول کردی که سرت کنی، چرا سرت کنی؟ مثلا دیگه نه راه پس میمونه براش نه راه پیش. آره، خود واقعیتون رو نشون بدین همیشه. آقایون هم همینطور. برعکسش هم هست نسی، من دیدم مثلا الان خیلی هم زیاد میبینم که مثلا خانوم مثلا یه شخصیتی داره که خیلی آرایش نمیکنه، ساده میگرده، حالا مثلا مانتویی هم هست، هرچی. آره، مثلا همسرش میگه که بابا یه ذره به خودت برس، یه آرایش، یه چیزی. بعد میاد اول ازدواج به قول شما خود واقعیش رو تغییر میده برای اینکه دل اون طرفو به دست بیاره یا رابطه‌شو نگه داره. بعد میبینه که با این وضعیت نمیتونه ادامه بده. به طور کلی من یه جمله بخوام بگم، تو با خود غیر واقعیت، یعنی اون چیزی که نیستی، خیلی نمیتونی دووم بیاری.
خیلی با خود غیر واقعیت نمیتونی دوام وارد بیاری. هویت و شخصیت تو شده. دقیقاً. نمیتونی خطش بزنی واقعا. و خب واقعا فایده نداره بخوای خودتو تغییر بدی در زندگی مشترک. خیلی چیزهای دیگه‌ای به وجود میاد که آقا از تو توقع داره یا بالعکس خانم از تو توقع داره، چون تا الان یه سری چیزاتو تغییر دادی به خاطر اون، الان باید تغییر بدی. و تو نمیتونی به این مسیری که خودت نیستی توش ادامه بدی. و ببین یه وقت هم هست این اون روی سکرم بگم، اول ازدواج، اول آشنایی آدم‌ها میان خودشونو خیلی تغییر میدن، بعد این تو ذهنشونه که خب حالا بعد که رفتیم تو زندگی این ویژگی اونو تغییر میدم. بارها من دیدم مثلا حالا امروز مثلا این از من میخواد فلان لباسو بپوشم برم مهمونی یا مثلا چادر سرم کنم یا هر چی. حالا ما خانومیم دیگه، بیشتر از سمت خانوما داریم نظر میدیم. این میتونه بالعکس هم باشه. من دیدم آقایونی که مثلا خانم دستشو میگیره میبره تو فروشگاه، الا لله باید فلان لباس که ست با لباس منه بخری. مثلا آقای میگه بابا من رنگ صورتی دوست ندارم بپوشم، نه پوشیدم نه دوست دارم بپوشم، ولی مثلا چون میخواد رابطه رو حفظ کنه میگه نباید مثلا، یا هر چیز دیگه. و واقعا جنسیتی نیستش، ولی میاد اول رابطه میگه که حال اشکال نداره، امروز یه ذره بیشتر آرایش میکنم، امروز فلان لباسو میپوشم، امروز اون یکی لباسو نمیپوشم. این کار یعنی خودش رو تغییر میده به امید اینکه ولی بعدن که رفتیم سر خونه زندگیمون من بلدم چیکار کنم، کم کم مثلا در میارم چادرمو، کم کم مثلا مدل خودم میشم، اونم دیگه منو میپذیره. در حالی که واقعا این چالش‌ها هیچ وقت کامل حل نمیشه بین شما، هی دامن زده میشه بهش در طول رابطه ولی حل نمیشه. دقیقاً. من واقعا میگم افرادی رو دیدم که به خاطر همسرشون چادری شدن، به خاطر همسرشون مانتوی گشاد پوشیدن، به خاطر همسرشون حجاب یه دونه لاغمشون هم بیرون نبود، ولی قبلا اصلا این شکلی نبودن، ولی یک سال اول ازدواجشون بابت تمام این موضوعی که در خودشون تغییر داده بودن کشمکش داشتن و حتی به جدایی داشتن فکر می‌کردن. اینها خیلی مهمه که ما خود واقعیمون رو اول از همه خودمون رو دوست داشته باشیم، خودمون رو قبول کنیم. دوم از اینم که اون چیزی که هستیم بریم به طرف مقابل نشون بدیم، به خانواده‌اش حتی نشون بدیم. اینا یکی از مواردی هستش که توی شناخت خیلی مهمه. ولی الان من فکر میکنم که بیشتر آدم‌ها در زمینه آشنایی پیش از ازدواج یا حالا برای رابطه بلند مدت تمرکزشون روی یه سری چیزای مادیه بیشتر. یعنی دوست دارم که اینم بگیم که مثلا میگه که تحصیلاتش مادی، منظورم فقط هم پول نیستا، مثلا میاد میگه که تحصیلاتش چیه. من از نزدیکانم مثلا آدمی بودش که خانواده‌اش میگفتن الا لله باید اون فردی که میاد مثلا دکترا داشته باشه. به چه منظور آخه؟ یا مثلا چقدر پول داره، چقدر درآمد داره، خونه حتما از خودش داره، مثلا ماشین حتما داره، کسب و کار داره. اولویت شده. ببینید من نمیگم به این چیزا ما اصلا توجه نکنیم، یقینا که در اون شناخت یکی از مهمترین چیزها اینه که من بتونم به لحاظ مالی، به لحاظ مادی روی شریک عاطفیم حساب کنم، تکیه کنم. حالا چه مرد چه زن فرقی نمیکنه. الان که دیگه اکثر خانم‌ها هم شاغلن و برو بیا دارن و برای خودشون. من نمیگم که مهم نیست، اما اولویت نیست به نظر من. یعنی اولویت واقعا میتونه اون اخلاقه، اون منشه، اون فرهنگ خانوادگی، اون شخصیت اونا باشه و بعدش مثلا حالا اون تحصیلات، اون مادیات، اون موارد دیگه به نظرم میتونه قرار بگیره. ببین یه چیزی که از قدیم به ما خیلی میگفتن کبوتر با کبوتر باز با باز. وقتی منی که مثلا یک شرایط نرمال دارم توی این جامعه، با عنوان یه آقا پسر دارم توی این جامعه، تازه رفتم سر کار، سربازیم تموم شده، تازه مثلا یه سری وارد بازار کار شدم، دارم تلاش میکنم، دارم همینجوری میرم جلو. وقتی میخوام با یک خانومی آشنا شم، اگه اون طرف از من از سطح مالی خیلی بالاتر باشه، خیلی هم بخواد درخواست خودش کوتاه بیاد، باز تهش چون در یک سری شرایط، در یک شرایط اجتماعی و مالی زندگی کرده، نمیتونه راحت خودش رو با شما وفق بده و همیشه شما داری تلاش میکنی، جای درستی هم هستی، داری پیشرفتتو داری میکنی، ولی چون اون از شما سطح مالی مخصوصا بالاتره، این تلاش شما رو شاید به چشش نیاد و شاید نتونه یه سری چیزا رو بپذیره. اینکه شما هم طبقه هم باشین، هم سطح هم باشین هم خیلی مهمه و اینکه باعث نشه که دل همو اول آشنایی خوب وارد یه سری جزئیات بشین، همه چی رو بشناسین که باعث نشه بعدش دل همو خیلی راحت بشکنین، همو ناراحت کنین، همو تحقیر کنین.
اینا خیلی مهمه. دقیقاً، چون ببین هدف ما از اینکه وارد یه رابطه ای میشیم، خصوصاً به لحاظ بلند مدت، یعنی ما داریم روی ازدواج بیشتر صحبت میکنیم و روابط بلند مدت عاطفی که آدم‌ها دارن. وقتی که من وارد اون رابطه میشم، قطعاً یکی از مهمترین هدفام اینه که آرامش رو تجربه کنم و زندگی بهتری بسازم. هیچ کس از وارد شدن به یه رابطه نمیخواد بیشتر حال خودش یا بقیه رو بگیره. هدف اساسیش اینه که آروم بشه، زیست بهتری تجربه کنه و به نظر من اینجا دیگه جاییه که شما اون ابتدا، به قول معروف جنگ اول به صلح آخر است. یعنی شما اون ابتدا سعی بکنید که روی شناخت متمرکز باشی و بهتر این کار رو انجام بدین، بعداً توی اون رابطه خب چالش‌های کمتری رو خواهید داشت. یه موضوع دیگه هم هستش که جا داره که بگیم حتما در رابطه با همین که خود واقعیتون باشین و با خانواده و تربیت و این چیزا طرف مقابلتون آشنا بشین. یکیش اینه که واقعا در رابطه های طولانی مدت، مثلا وارد رابطه که میشن 2 نفر، آقا توقع رابطه جنسی داره از طرف مقابلش، یا خانم، فرق نمیکنه، یا خانم، ولی بیشتر از سمت آقایونه. شما اگر طرف مقابلتون رو به بستگی به فرهنگ دو طرف داره، یکی هست میگه من برام مهم نیستش، من اوکی ام، خانواده من اوکی ام، با اون قضیه کار نداره. ولی یه نفر هست توی خانوادهش با این قضیه مشکل دارن، خودش هم این قضیه براش یک مسئله مهمیه، ولی به خواست طرف مقابلتون از خواسته خودتون کوتاه نیان. شما فردا ضررش رو میبینید، هم آقا هم خانم. این موضوع خیلی مهمه. دقیقاً. و سوال هم میشه، اصلا گفته میشه از طرف مقابل میتونید بپرسید رابطه جنسی برای شما مهمه در طول شناخت، در طول شناخت. طرف میگه آره. خب آره، شما این قضیه معیار شما نیست، در کاتگوری شما نیست، شما قرار نیست به زور و اجباری نیستش که طرف مقابلتون رو حتما بگی خب اشکال نداره چون تو میخوای منم میخوام حتما با تو مثلا آشنا بشم، قبول میکنم. یه چیزی من یه عزیزی چند وقت پیش بهم گفت که یه رابطه رو کات کرده بود، حالا نه که بگم صرفا جملهش واسه اون اوکی نبودش، ولی جمله خیلی جالبی گفتش که من وقتی میبینم طرفم اوکی نیست و ما با هم فرق میکنیم، الان با خودم فکر یعنی به این نتیجه رسیده بود که من دیگه هیچی رو نمیتونم پیدا کنم، من تنها میمونم. نه، همیشه یک فرد خیلی بهتری رو پیدا کردم، تونستم بشناسمش که با هم همخونی داشتیم، از نظر روحی، از نظر اخلاقی با هم یکی بودیم. هیچ وقت شما فکر نکنید که اگه یه نفر با معیارهای شما یکی نیست، اون فرد بره و شما تنها میشین و هیچ کسی دیگه‌ای رو نداره. یعنی داری از این حرف میزنی که شما کم کم ممکنه فکر بکنی که ارزش‌های شما ارزش‌های مناسبی نیستن. ولی به نظر من اگر که به درستی اون ارزش‌ها اعتقاد راسخ دارید، به اونها پایبند باشید. تو حوزه‌های مختلف آدم میتونه این فکر و اندیشه رو برای خودش داشته باشه، یعنی اون فضای خالی رو داشته باشه که حالا اگه طرف مقابلم از من میخواد مثلا میگم بیشتر کتاب بخونم، اگه طرف مقابلم از من میخواد که مثلا به خاطر سلامتی خودم کلاس ورزش برم، اگه طرف مقابلم از من میخواد که مثلا یه کار مثبتی رو انجام بدم، یه روحیه مثبتی رو در خودم تقویت کنم و داره حمایتم ازم میکنه، خب چرا که نه؟ یعنی اون ظرفیت روانی رو باز بذارید برای تغییراتی که میتونید و دوست دارید که انجام بدید و با ارزش‌های شما مغایر نیست و طرف مقابلتون هم ازتون میخواد. این باعث میشه ارتقا پیدا کنه اون رابطه. اذیتش نکنم. ببین در همین دیگه میبینیم طرف مقابلمون چاقه، میام راجع به سلامتی باهاش صحبت میکنیم، ولی نمیتونیم بگیم تو لاغر نشدی، تو آدم مسئولیت پذیر نیستی. دقیقاً. ببین نمیشه، یعنی زیر سوال نبردن همین. من میخوام بگم که یعنی از اون سمت ما این حرفی که ما میزنیم میخوام اشتباه برداشت نشه. این که داریم میگیم که تحت هیچ شرایطی از ارزش‌های خودت کوتاه نیا، معنیش این نیستش که دوگم باشی، معنیش اینه که پایبند باشی به ارزش‌های خودت، اما اگر جایی میبینی داره حرف درست و مثبتی به تو زده میشه، میتونی اونم بپذیری اگر که در واقع روحیه‌شو داری، ظرفیت روانیشو داری. بیا یه جنبندی بکنیم این اپیزود رو با این موضوع که ما چگونه میتونیم که توی این مرحله شناخت متعهدانه رفتار کنیم. یعنی اون تعهد در شناخت، حالا من یه توضیح میدم بعد بحثو میسپارم به شما. خیلی وقتا این تعهد در شناخت وقتی که راجع به صحبت میشه، آدم فکر میکنن که خب اوکی، پس اگه قرار متعهد باشیم یعنی اینکه قرار فوراً ازدواج کنیم. نه،
منظور ما از تعهد اینه که به ارزش‌های هم احترام بذارید، برای هم زمان بذارید، به هم دیگه فرصت آشنا شدن بدید و یه سری چیزهایی که در واقع تعهد و مسئولیت پذیری شما رو در این دوره از زندگیتون نشون میده به طرف مقابل. به نظر من اون تعهده از خیلی چیزا مهمتره، اون مسئولیت پذیریه. و اگه یاد باشه توی یکی از اپیزودا مثال زدم که من حتی خودم پیش از ازدواج رفته بودم، اون مشاور دقیقاً توصیه‌اش این بود که اولویتتون روی مسئولیت پذیری باشه و واقعاً این تعهد داشتن تو هر برهه‌ای از زندگی واقعاً به کمک ما میاد. درسته. در آشنایی، در مدت زمانی که داریم با هم آشنا میشیم خیلی تلاش کنیم که واقعیت ها رو ببینیم و واقعیت ها رو نشون بدیم. مسئولیت پذیر باشین، همینطور که فروغ گفت. و نسبت وقتی یه چیزی خواسته ما نیست در طرف مقابل، بیشتر من دارم طرف مقابلم میبینم خب واقعیتش اینه و من نمیتونم باش کنار بیام، خیلی محترمانه میتونیم این آشنایی رو تمام کنیم، دل همون نشکنیم. اینا خیلی تاثیر میذاره. و اینکه معلوم میشم تجربه های مشترکتون و تجربه‌ای که داشتین در این زمینه رو با ما در میون بذارین، کامنت برامون بذارین، ما میخونیم. همیشه هم گفتم جوابم میدیم. بریم. ممنون در کنار ما بودین. خداحافظ.